من تو یه ویدیو دیگه هم گفته بودم قبلا چند ماه پیش من یک مانیتور دیگه ای داشتم، یعنی پر آرت 328 رو نداشتم و سری وی پی ایسوس بود، حالا کاری با مدلش نداریم نمیخوام بگم، ولی سری گیمینگ بود و این مهمترین اشتباه من بود موقع خرید و انتخاب مانیتور و گول یک سری از راهنمایی‌ها و داستان‌های دیگر رو خوردم و تو یک شرایطی مجبور بودم اونو بگیرم. در هر صورت داشتن اون مانیتور باعث شده بود که من وقتی که ادیت می‌کردم، حالا با همه استانداردهایی که بلدیم رعایت بکنیم، چه می‌دونم موقع کالر گرید کردن از چه معیارهایی استفاده بکنیم که رنگو درست در بیاد، ولی می‌دونید ته تهش قاضی چشممونه. در هر صورت تو این ویدیو می‌خوایم در مورد PA328 با هم دیگه گپ بزنیم و دارید با کسی، یعنی حرفای منی رو گوش می‌کنید که آسیب یه مانیتور گیمینگ رو دیدم و حالا قدر یه دونه مانیتور پر آرت رو خوب میدونم. موقع خرید مانیتور من چون اون آسیبا رو دیده بودم، دو تا سگمنت بر من خیلی مهم بود، یکی تکنولوژی پنل و یکی هم بحث کالر اسپیسش. PA328 جزء خانواده پر آرت ایسوسه. پر آرت ایسوس هم لپتاپ داره هم مانیتور داره، کلا یک سری از پروداکتاشون هست. خب PA328 QV کالر اسپیسی که داره sRGB 100% نه اعلامی. حالا بهتون میگم چرا حتما 100% sRGB، این واقعا 100% و بعضی کمپانی‌ها اعلام 100% sRGB میکنن ولی نیست در واقع. رک 709 100% DCI P3 رو داره و ساپورت میکنه با درصد بالا و همه اینا رو توی منوی مانیتورت تو میتونی انتخاب کنی، یعنی با توجه به اون کاری که داری انجام میدی تو میتونی انتخاب بکنی که با چه کالر اسپیسی الان به تو نمایش بده و کارتو ببینی و کار کنی، حالا ادیت کنی یا هر داستانی دیگه. میتونی به راحتی انتخاب بکنی بره رو کالر اسپیس DCI P3، بره رو sRGB، بره روی رک 709، بره رو استاندارد و حتی دو تا کاستوم مود هم داره و روی همه اینا میتونی گاما، بلک لول و برایتنس کارتو اونجا میتونی تنظیم بکنی و این خیلی بهت کمک میکنه تو شرایط متفاوت بتونی اینا رو کاستومایز بکنی. یعنی ضمن این که یه استاندارد رنگی رو انتخاب کردی میتونی برایتنست هم تغییر بدی و از این شرایط خیلی بهره خوبی ببری. کالر اسپیس حرفه‌ای پی ای رو که بذاریم کنار، میایم سراغ تکنولوژی پنلش. ببین تکنولوژی‌های PA-TN و IPS رو داریم. خب این مانیتور IPS و این خیلی کمک میکنه که تو رو اسکرین های بزرگ مثل 32 اینچ همه جای تصویر رو با یک برایتنس و رنگ یکسان ببینی. روی پنل های TN و VA ماجرا متفاوته. تو یک سری از پنل ها رنگ ها اگزاجره شده، اغراق شده در موردش، خیلی عمق بیشتری داره و این بیشتر بودن اصلا به درد کار من و تو نمیخوره، چون قرار نیستش که توی رنگی که قرار تحویل بدی، چاپ بکنی یا رو فضای دیجیتال بذاریش، قرار نیست با عمق بیشتر ببینی، قرار نچرال ببینی، همون چیزی که قرار خروجی داده بشه. این مانیتور رو که خریداری میکنی، در جعبه رو که باز میکنی، یه سرتیفیکیتی توی جعبه است دقیقاً به اسم کالمن وریفاید. کالمن وریفاید یه استاندارد کالیبر کردن مانیتور هاست. میان دقیقاً همون موقع که این پروداکت تولید شده توی کمپانی، توی فکتوری، کارخونه، همونجا میان کالیبره میکنن، تمام کالر اسپیس های اعلامی رو بررسی میکنن و یه استاندارد بین المللی یه جورایی و وبسایت خاص خودش رو هم داره و اونجا میاد اینو کاملا بررسی میکنه و در واقع وریفای میکنه که آقا این مانیتور کالیبره شد توسط کالمن و کاملا همه رنگ ها با درصد فوق العاده بالایی نزدیک به واقعیته. و میدونی وقتی این سختگیری‌ها در مورد تولید یه همچین پروداکتی صورت میگیره، یه جورایی باعث میشه که پر آرت ها خیلی خاص‌تر میشن برای کارهای همون آرتی که داره میگه و همون کار پرویی که گفته، یعنی هنرهای حرفه‌ای. یه جورایی اسمش اینو خواسته برسونه دیگه ها. یکی دیگه از سگمنت‌هایی که برای من خیلی مهم بود موقع خریدن این بودش که دوست داشتم PA328 رو 4K بگیرم، ولی وقتی مطالعه می‌کنی در موردش می‌بینی که اولا PA328 QV 2K یه مدل 4K هم داره که خب تقریبا 10 میلیون تومان اختلاف قیمته و واقعا برای من خیلی توجیه اقتصادی نداشت که 10 میلیون رو بیام بزنم روی یه چیزی هولوش 30 میلیون تومانی که قیمت این کالا بود و 40 میلیون تومان بخوام مثلا 328 QV که نمیشه، PA328 4K بخرم و این خب نه واقعا برای من توجیه نداشت. و از طرف دیگه خب خود کمپانی وقتی که میاد PA328 رو با همه اون سختگیریایی که داره 2K تولید میکنه، تراکم پیکسلی رو در نظر میگیره، دیدم نه اوکیه، برای من واقعا تراکم پیکسلی قابل قبول و نرمالی داره و به خاطر همین و بخش مدیریت بودجه‌ای که داشتم تصمیم گرفتم که همین 2K برای من کفایت میکنه. در هر صورت 4K هم داره که اگر خواستی میتونی بری 4K بگیری و از رزولوشن بالاترش هم استفاده بکنی.
پورت هایی که این مانیتور داره هم HDMI داره، هم دیسپلی پورت داره، هم جک هدفون داره. یعنی اگر صدا رو فرستاده باشی روی دیسپلی، چون مانیتور خودش اسپیکر داره، تو میتونی که از یه جک هدفونش استفاده بکنی و همه صدا رو کنترل بکنی و با هدفون بتونی گوش بکنی. حالا اگر دیر وقت می‌خوای کار ادیت و این داستانا رو انجام بدی، از هدفونت استفاده بکنی. و از طرف دیگه یه چیز جذابی که این مانیتور داره، هاب USB، یه هاب USB 3 داره. یعنی یه کابل خیلی باحالی تو خود پکش هم هست، وصل می‌کنی به کیست یا لپتاپی که داری و مانیتورت میشه یه هاب USB و دو تا درگاه USB 3 خیلی با سرعت بالا و کیفیت رو پشتش برات گذاشته دیگه. حالا اگر رم ریدر داری یا هر داستان دیگه ای داری، میتونی چیز دم دستیت دیگه پشت کیست نیست یا پشت لپتاپت نیست یا همچین داستانی، بغل دستت به راحتی میتونی ازش استفاده بکنی به عنوان هاب USB. یکی دو تا سگمنت دیگه هم داره که بازم خیلی جذابش میکنه. یکی اینکه این مانیتور کاملا ورتیکال میتونه بچرخه، آسانسوری بالا پایین میره و توی بحث تدوین و تولید محتوای این روزا که حالا برای شورت ویدیوهای یوتیوب باشه یا برای ویدیوهای اینستاگرامی باشه، ویدیوهای عمودی و ورتیکال خیلی اهمیت داره، مهمه. و این مانیتور میتونه یکی از مانیتورهای حرفه‌ای نمایشت باشه، به عنوان پریویو کارت میتونی اینو عمودی بذاری بچرخونیش، دیگه لازم نیست که پایه‌ای عوض بکنی یا داستان دیگه ای. و روی 32 اینچ میتونی ازش خروجی ورتیکال بگیری با توجه به اینکه پنلش هم IPS، پس بنابراین توی همه اسکرینت نور و رنگ یکسانی میگیری و یکی از بهترین انتخاب برای کار ورتیکاله. از طرف دیگه چون من کار داینامیک رنج بالا رو علاقه دارم، خیلی دوستش دارم و زیادم دارم روش کار میکنم، خیلی برام مهم بود مانیتوری که میخرم در واقع HDR باشه و های داینامیک رنج باشه، یه جوری HDR ساپورت باشه. و پرو آرت 328 QV که من خریدم HDR هست، های داینامیک رنج هست و این یکی از سگمنت های خیلی اثرگذار توی همه دیسپلی هایی که HDR هن، چه تلویزیون هایی که HDR باشن چه مانیتور هایی که HDR باشن. و این خیلی برام اهمیت داشت که اگر داری ویدیو رکوردینگ HDR یا عکاسی HDR میکنی، میخوای ادیتش رو HDR انجام بدی یا HDR ببینی، اگر مانیتورت نباشه میاد اونو کانورت میکنه یه جورایی و تو در واقع دیگه HDR نمیبینی دیگه، چون مانیتور ساپورتش نکرده. خب و این خیلی برای من مهم بود که حتما مانیتوری بگیرم که HDR رو برای من ساپورت کنه و فوق العاده است. ریفرش ریت این مانیتورم آداپتیو سینک از 48 تا 75 هرتز بحث ریفرش ریت این مانیتورهای گیمینگ ریفرش ریت های بالاتری دارن قطعا چون نیاز دارن، ولی یه موضوعی وجود داره. ببین در مورد ماها کار تدوین و ادیت میکنیم، عکاسی، فیلم برداری، این داستانا، گول نرخ به روز رسانی، اون تأخیر، دیلی، اینا رو نخوریم، اصلا به درد من و تو نمیخوره واقعا. و میدونی اسم گیمینگ بودن در مورد بعضی مانیتورها این حسو با آدم القا میکنه که اوف مثلا گیمینگ مثلا خیلی های پرفورمنس. نه اینجوری نیست. در مورد حداقل دیسپلی ها بحث گیمینگ کاملا متفاوته از بخش کاری که من و شما میکنیم و اصلا نرخ به روز رسانی، عمق رنگا و ریفرش ریت و خیلی از داستانهای دیگه در مورد مانیتور گیمینگ برقراره که به درد ما نمیخوره و اصلا رنگایی که ما میخوایم اونجا خوب نمایش نمیده. پس بنابراین اگر میخواید مانیتور خریداری بکنید، من این رو واقعا بهتون خیلی پیشنهاد میکنم. سایزهای کوچکترش هم خیلی اقتصادی ترن، مثلا توی سایزهای 28 اینچ 27 اینچ PA 278 میشه و اونها خب قیمت مناسب تری دارن، اونها هم 2K ان و بازم تراکم پیکسلی خیلی بهتری نسبت به 32 اینچش پیدا میکنه دیگه. 27 اینچ ولی بازم 2K و همه این امکانات رو داره. نمیدونم 278 HDR باشه یا نه. اگر دارید استفاده میکنید حتما تو کامنت ها بگید که PA 278 هم HDR هست یا نه. و میدونم نرخ به روز رسانی اونها هم همین 75 هرتز و تمام کالر اسپیس هایی که اصلا پرو آرت ها ساپورت میکنن همشون یکسانن. کلا خیلی خیلی پیشنهاد میکنم برای کار ادیت، طراحی، ویدیوگرافی و این داستانا مانیتور پرو آرت برای بچه‌ای که کار طراحی گرافیک هم میکنن که اصلا خودشه بهترینه، چون دقیقاً رنگا رو درست برات در میاره و حتی اگر میخوای کارتو بفرستی برای چاپ و اینا میتونی از کالر اسپیس مخصوص چاپ خودت استفاده بکنی و دیگه کار درجه یکو ازش خروجی بگیری. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. تو کامنت ها هم نظرتون رو بگید. مرسی تا اینجای ویدیو همراه بودید. خیلی مخلصم. خیلی دوستتون دارم.